بازم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل مردم شرفمند مسلمان جمهوری تاجیکستان. سلام خدمت به هر یک شما میرسانم و به کل مردم غریبی که امروز هستین، در غریبی هستیم و در غریبی هستیم برادرای عزیز. و امروز خواستم که برایتان کمی هم باشه سورپرایز کنم. یعنی چی سورپرایز برادرای عزیز؟ الان کبریتی که دیدید من خفا میبیام رقمی که دیدید همه جا برادرای عزیز آیا کسی خودم رو کشودم با دستگیری برادر با دستگیری شما هستین که قطعی ما هستیم برادر عزیز دستگیری میکنیم و امروز از میبینیم که مقصد ما از آیا کسی میدونیم مثلا اولی یکان چیز تیار نیست برادر عزیز نمی آیا کسی ما هست برادر عزیز این آیا کسی که باید که ما بکشیم شد نه همه جای نه همه جای آیا کسی میشود انشاءالله خود خواهد نصیب جا اوفیسی نامون نشود کسی که میتونه برادر عزیز مرحمت با باوری با دلی پر مقصد میتونه که بیاید نه همه جا انشاءالله که اوفیسوی مقصد چیزایی که ما میگیم همه جا اگه کسی ما میشه برادر عزیز دستگیری را هیچ و فراموش نمیکنیم که هر یک دستگیری شما برای ما موتیواسه برای ما قوت و برای ما پیشروی میتید برای هم خدر که جای حاصل نیستیم برادر عزیز خداوند همه تا نگهبان باشه وقت دعاگوی ما باشیم و ما دعاگوی شما هستیم برادر عزیز. کسایی که مقصد میبینین این دمافون های این چیز دمافون های در میجقی دمافون ما داره خوی میکنیم مقصد در همجا میدونیم کسایی که مقصد در دیگه دولت هستیم و در دیگه جو هستین میتونین که پاسپورت آن روی کنین تمام برادر عزیز بلیط الکترونی میگیریم و کسایی که در شهر مسکو میخواین ای پیش مرحمت برادر عزیز بیاین بلیط ای پیش کسی ما میتونین که بگیریم برادر عزیز فرناده بلیت گرانیتسا میخواهیم گرانیتسا حاضرش برادر از گرانیتسا تا ارمنیا میتونیم رای کنیم ازبکستان و کلاب هسته ارزان تر مقصد کسایی که میخواین مرحمت برادر عزیز بلیت تو را مقصد دسترس کنید خداوند همه تا نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.